سلام، آروین هستم، مخلص شما. بنده در تهران به دنیا اومدم، در بیمارستان مهراد. مدرسه و این داستانا در سنین کودکی، مثلا 11-12 سالگی ماهواره داشتیم ما خونه. یه شب ما زدیم ماهواره، دیدیم یه آقای قد کوتاهی با یه زیر پیرنی و موهای بلند و شلوار گله گشا داره رپ میکنه. رفتیم ببینیم کیه، دیدیم لیل وینه. این شد که من با رپ آشنا شدم. لیل وین چشم بود. من همین لیل وین رو که داشتم دنبال میکردم، یه روز داشتم گوش میدادم، آفریکا این آهنگش رو میگفت Stand like my daddy, stand like my. داشتم اینو گوش میدادم، یکی اومد، یادم نیم پسر خالم بود، دوستم بود، یادم نمیاد کی بود، اومد گفت چیه این شعر را گوش میکنین؟ گفتم بابا لیل وینه، خیلی خفنه فلان. گفت اصلا من میفهمی چی میگه این، که حالا مثلا این قدم با دقت گوش میدیدم، راست میگه آجی، من که نمیفهمم چی میگه. یه چیزایی میفهمیدم، چون من مثلا 7 سالگی که رفتم مدرسه، اضافه ما رو نگه می‌داشتن، زبان به ما یاد میدادن. آقا ما دیگه گفتیم راست میگه آجی، چی میگه آقا، رفتیم کلاس زبان و فلان و اینا. جدا از مثلا تکلیفای کلاس زبان و اینا، میشستیم خونه، من میشستم رفتم تو اینترنت. اون موقع مثلا فکر کنم دایالاب بود یا چیز بود، وای مکس ایران. با اونا من با خای مالی میرفتم تو این سایت جینیس، همون موقع هم جینیس باز بودم، این لیریکس ها اینا ببینم چی میگن اینا. میرفتم من مثلا به معلمم میگفتم ببخشید اینجا میگه I got this trap like the little bitch فلان. بعد من نگاه میکردم، میگفت بچه بیا پایین چی میگی پسر؟ اونم نمیفهمید چی میگه، چون این مثلا اصطلاح دیگه، مثلا استیک یعنی تکه چوب به زبان انگلیسی، ولی اینا وقتی تو رپ میگن I got the stick یعنی منظورش اینه که من اسلحه دارم، و اینا رو خودم فهمیدم. تا اینکه دریکو آشنا شدم باش. دریکو دیگه خیلی چشم بود، یعنی دیگه سعی میکردم باش بخونم، یعنی موزیکشو میذاشم همینجوری باش سعی میکردم بخونم. یعنی همین الان فکر کنم مثلا 2 تا آلبوم، سه تا آلبوم اولش تقریبا میتونم بگم 20 تا ترکش شاید حفظ باشم. سوفارگان و تیکر و ناتینگ واز دسیم واقعا یکی در میون حفظم ترکاشو همین الان بعد از این همه سال. خلاصه این شد که ما علاقه‌مند شدیم به رپ، ولی به رپ خارجی. یعنی مثلا اون موقعی که شما داشتید تابستون کوتاه گوش میدادید، من داشتم ناتینگ واز د سیم گوش میدادم، تیکر گوش میدادم، یا چه میدونم داشتم یانگ تاگ و اینا گوش میدادم. چرا؟ چون اصلا علایقم به اینا بود. مثلا اون رپ خارج رو من دوست دارم، رپ فارسی رو دوست نداشتم. الان مثلا پلیلیستایی که من دارم و شما برید نگاه کنید، فکر نمی‌کنم موزیک ایرانی توش باشه، همشون خارجیه. مثلا اکثرا رپه، ولی مثلا اون لالوها هم حالا موزیکای غیر رپ هست ولی ایرانی نیست. ایرانی محسن نامجو داداشم. کاری نداره. این شد که من علاقه‌مند شدم، تا اینکه ما یه دوست خوبی داشتیم که شاید معرف حضورتونم باشه، کوشا، یعنی تو دبیرستان هم مدرسه‌ای بودیم. دیگه از طریق اون استودیو داشت اون موقع. بعد دیگه اونم میدونست که مثلا خیلی علاقه دارم و اینا. فکر کنم مثلا 16-17 سالم بود که بود، پاشم رفتم پیش اونا تو استودیو اونا، یه کار رکورد کردم روی یکی از بیتای تایلر دی کریئتور هم بود. اولین کاری که رکورد کردم تو تهران. رکورد کردم هیچ وقت پخش نشد، انگلیسی هم بود، جالبش این تکستش هم انگلیسی بود، پخش نشد. و دیگه گذشت و یه سری داستانایی برام پیش اومد که اینجا من هلندم، یعنی دیگه هلند که بودم یه روز نمیدونم چی بوده، یه تکسی داشتم خیلی وقت تو گوشیم بود دیگه، اونو خوندم و یه ویدیو گذاشتم اینستاگرام، هنوزم هست پسته. بعد خیلی چیز شد، خیلی استقبال شد، یعنی همه بهم گفتن بابا چه خوب میخونی فلان، این تکست کندریکه، تکست خودت فلان. بعد من دیدم که نه، مثلا این یه استعدادی دارم دیگه. اون شد که ما گفتیم تو کار موزیک دیگه، یه مدت هم موزیک میدیم، یعنی همین الان میدیم، ولی بیشتر ما الان دارم سعی میکنم آرنبی و پاپ تور و اینا باشه که انگلیسی باشه، که تو بازار جهانی به قول معروف راحت تر بتونم پول میخوایم دریم دیگه، تعارف نداریم با کسی. خیلی خوشحال شدم، امیدوارم که بیاید تو این چنل ما و هم اطلاعات عمومی خودتون راجع به رپ و رپرها و اینا ببرید بالا، همین که یه پولی هم ما در بیاریم دیگه. من اصلا یادم رفت بگم میخوایم چه بکنیم. ما اینجا ما میخوایم چه کنیم در این چنل. ببین ما چند تا بخش داریم اینجا، همینجوری بخش اینجوری الخی نیستش. یه بخش داریم میاد راجع به بیوگرافی رپرها صحبت میکنیم به زبان خیلی عامیانه، یعنی من اونا نیستم میگم سلام خوش آمدید امروز نه برنامه این نیست. من میشینم اینجا خیلی ریلکس صحبت میکنم انگار 2 تا دوستیم، متوجهی؟ این یه بخشه. یه بخش دیگه داریم که حالا شما بعداً میاد یه
کسچرایی راجع به من میگید یا یه کسچرایی میگید، من میام جوابتون رو میدم که این بخش آینده است. یه بخش دیگه داریم، من میام یه سری لیریکس های مسخره‌ای که رپرهای خارجی گفتن تا حالا رو میام بررسی میکنم که چه کسی بود این گفت. یه بخش دیگه داریم که میام راجع به بیفای رپر رو صحبت میکنم، یعنی میگم آقا این رپر خارجی با این رپر خارجی چه بیفی داشتن، سر چی بود، چه شد و چه، به قول معروف. بخش دیگه هم که داریم اینه که مثلا اگه موزیک جدیدی کسی بده رپرهای خارجی، ببین اینقدر ایرانی ها رو شما ریاکت دیگه همه میرن، منم مثلا خودم هم گوش نمیدم، یعنی راحتم من این کسچرهای خارجی ها رو ریاکت میرم، یا شاید هم کسچرهایی که قدیم خوندن رو بیارم تحلیل و بررسی کنم براتون. خلاصه که ما میخوایم کانتنت زیادی درست کنیم. اگر هم فکر میکنید مثلا کانتنتی تو مد نظرتون هست که آقا مثلا فلان الان مثلا من نگفتم، اینم میتونید شما بگید. تا درودی دیگر، بدرود.